سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانی عزیز و برادران عزیز، این حال در بین جامعه ما و شما یک ویروس پیدا شده است، یعنی یک بیماری است که او توابتی نداره. Я хочу рассказать вам правду. Сейчас в провинции Хубэй коронавирусом инфицированы уже 90 тысяч человек. که حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که چون این بیماری را دیدین از اون بگریزین، چون که شیر به سوی شما حمله میکنه و شما میگریزین و این چونین یعنی از اون حذر کنین، دوری بجوین. و دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است برای همین بیماری: اللهم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. دوستانی عزیز، همین را 3 بار تکرار کنین، 3 بار سحر، 3 بار بیگاه، و انشاءالله که امیدوار هستیم که خداوند همه ما و شما را حفاظت میکنه. با همراه ما تکرار کنین دوستانی عزیز. اللهم، همینجا میبره دوستانی عزیز، با همراه ما تکرار کنین: اللهم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. دوستانی عزیز، این 3 بیماری است که توابتی نداره. با هم خاطر دوستانی عزیز با دیگران برسانین و خودتانم اذیت کنین این دعا را. دوستانی عزیز، این بیماری که در خیتای پیدا شدگی است، این دعای اون مظلومانی، اپاها و خواهرها، اکاها و دادرای ما و شما هستند که یعنی اویگورا هستند، اونها با اونها ظلم کردن، این کتایسای بدبختا، یعنی جمله مسلمانان دعا کردن که خداوند اونها را خار و ذلیل کنه و این ویروس در بین اونها پیدا شد. الکی این ویروس در بین 14 مملکت الکی رفته است. یعنی خبرم اومد که یعنی در تاجیکستان هم پیدا شده است. الله اعلم، نیکی خدا خودش میدونه. دعای مظلوم قبول است به شک شبهه، برای که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ را روان میکنه به یمن و برای معاذ میگه: یا معاذ واتقی دعوت المظلوم فانها لیس بینها و بین الله حجاب. او معاذ، از دعای مظلوم بیترس. بدرستی که یعنی تأکید است، بدرستی که بین خدا و بین مظلوم یگان حجابی نیست. دعای اونها یعنی قبول است. و در کتاب امام ترمذی هم روایت می شود که 3 دعای هستند که 3 دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 دعای هستند که اونها مستجاب می شوند، در اونها یگان شک شبهه نیست. یکمش دعای پدر و مادر هستند. دعا کنین پدران و مادران در حق فرزنداتان، خداوند توفیق بندگی برای اینها عطا فرماید. و دوم دعای مسافر که سفر میکنن به یگان جا، در راه این دعای اینها دعا میکنن، دعای اینها مستجاب است. و سوم دعای مظلوم است که این مظلوم هر اون چیزی که طلب کنه از خداوند دعای اونها را مستجاب میگردونه. با هم خاطر دوستانی عزیز با دعا باشین که خداوند همه ما و شما را توفیق بده و ظلم نکنین در روی یگان کس که دعای اونها به شک شبهه قبول میشه. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و هم خاطر دوستانی عزیز این دعا را اذیت کنین: اللهم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. با قدر امان الله با دعا باشین خداوند از این بیماری همه ما و شما را نگهدار باشه. السلام علیکم.